من همیشه تو دارک وب میچرخم. اصلا اونجوری که مردم فکر میکنن که پر از چیزای شیطانی و آدمای روانی باشه نیست. این چیزا فقط مربوط به درصد کوچیکی از دارک وبه. چند سال پیش دوست دخترم با هم کات کرد و منم کل اطلاعات شخصیشو گذاشتم تو دارک وب و اونم کمی بعد ناپدید شد. یه مدتیه که از این داستان میگذره. از اون به بعد هر کی با من بی احترامی میکرد همین کارو باش میکردم. من نه آدم ترسناکیم، نه چهره ترسناکی دارم و نه تا حالا درگیری فیزیکی یا حتی لفظی با کسی داشتم. همیشه با خودم میگم این آدما نمیدونن چه بلایی ممکنه سرشون بیاد. من توی فست فودی کار میکنم. اون موقع رئیسم زیادی رو اعصابم بود، به همه چی گیر میداد. میگفت دیر میکنی، سفارش رو قاطی میکنی، با مشتری‌ها بد حرف میزنی و از اینجور چرت و پرتا. و میدونم کارمو خوب انجام نمیدادم، ولی اون رئیس عوضیم نباید با اون لحن سرم داد میزد و جلوی همکارا و مشتری‌ها خجالت زدم میکرد. اما یه روز صبرم تموم شد. یه روز رفتم سر کارم. اون روز 5 دقیقه زودتر رسیده بودم اونجا و رئیسم گفت عقب مونده، بالاخره به موقع رسیدی ها؟ جلوی همه مشتری‌ها و همکارام. همه به هم خندیدن. رئیسم اون شب تو کل شیفتم به تیکه‌های زشت میپروند و واسه کوچکترین اشتباهی سرم داد بیداد میکرد. من تصمیممو گرفتم و